قاعده 104 ساختمان جنت به شکل توقیفی بفهمیم. در احادیث میگه که ابو هریره رضی الله عنه میگه قلنا یا رسول الله اخبرنا عن الجنه، میگه ما گفتیم رسول الله ما را از جنت خبر بده، ما بناؤها ساختمانش چه قسم است؟ قال گفت لبنه من ذهب، یک خشت از طلا کار شده، و لبنه من فضه و خشت از نقره کار شده، ملاتها المسک، اما موادی که در بین خشت ها گذاشته میشه ای از مشک اذفر میگن ازی هست، حسباؤها الیاقوت و اللؤلؤ، اما دانه هایی که دو چیزای از کار شده از یاقوت و لؤلؤ است، و خاکش ورس است و زعفران است. من یدخلها لا یموت و ینعم ولا ییأس ولا یبلی شبابهم، کس که دی داخل میشه بر همیشه میباشه، نمیمیره و نعمتها را میگیره و خسته نمیشه و جوانیشان از بین نمیره و لباسهایشان کنه نمیشه. پس این نعمتهای الله همیشه هست و تجدید شده میره. نعمتهای جنت الله روز به روز نعمتهای جدید برای متقیان خلق کرده میره و برشان داده میره. در حدیث آیت شریف میگه که مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء، در اون نهرهای است از آبی که غیر آسن، آبی که بسیار لذیذ است و مزهش تغییر نمیکنه، و انهار من لبن، جویهای از شیر است لم یتغیر طعمه، و انهار من خمر، جویهای از شراب که لذت است برای نوشنده ها، اما شراب پاک جنت، و انهار من عسل مصفى، و جوهای از عسل پاک است صاف، ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم، از تمامی ثمرات هست. این حال بسیاری دوزخیا و کافرها را که ببینی اینی نعمتهای جنت هیچ یاد نمیکنه. بازم یک نعمت یاد میکنه که برای شهیدا 70 تا حور است، برای زنا چطور میشه؟ یا دلشان است که برای زنای سرلوچ و پایلوچ و برازا باید که کاسیات و عاریات و مائلات و ممیلات، این زنهایی که کاسی هستن لباس دارن لکن در اصل عاری هستن، چسب است، تنگ است، بوتایش تق تق میکنه. فهمیدین یعنی؟ دیگه نازک است. رسول الله میگه لا یدخلن الجنه و اصلا داخل جنت نمیشه. یا میگه نه برازیا که داخل یا در جنت ببرین این زنایی که سرلوچ و پایلوچ و برهنه سر هستن، باز برازی هم باید 70 تا شوی باشه به نظر از اینا. و اصلا در جنت هیچ داخل نمیشن. اما در جنت زنای با ایمانی که داخل میشن، او زنهایی هستن که الله از اونا راضی هستن، باز بر از اونا همی جویبارها و لذتها، و بر از او زنها باز الله میگه که نعمتهایی است که ما لا عین رأت، چشمایشان هیچ ندیده. صحیح نیست؟ نه از مردان نه از زنها، و گوشهایشان نشنیده و در قلبشان هم نگشته. تصور کنید که نعمتهای الله چه نعمتهایی است که برای مخلوقاتش داده میشه.